از میزبانی شایسته دولت و ملت محترم عراق در طول سالهای گذشته کمال تشکر رو داریم. طبعا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدر عاليا الاستضافة والاستقبال الجيد للعراق حكومة وشعبا طوال الأعوام الماضية، استقبالهم الجيد للزوار الإيرانيين. در پایان بر این نکته تاکید میکنم که توسعه روابط با همسایگان و از جمله همسایه عزیزمان عراق در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. ما امنیت، توسعه و رفاه مردم عراق را بخشی از منافع خود می‌دانیم و در این مسیر از هیچ گونه مساعدت و همراهی فروگذار نخواهیم کرد. في الختام أود أن أؤكد على هذه النقطة بأنه نحن نضع في أولوياتنا موضوع تنمية العلاقات مع دول الجوار ولا سيما مع الدولة الجارة لنا العراق، جمهورية العراق، ونضع ذلك في سلم أولوياتنا في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبعا نحن نعتبر بأن الأمن والتنمية والرفاه للشعب العراقي تحقيق ذلك يعتبر جزءا من مصالحنا، ولن نتوانى عن أي جهد في هذا المسار والمساعدة في هذا المجال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس مسعود پزشکیان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أتقدم بوافر الشكر والامتنان لأخي العزيز فخامة الرئيس على الدعوة الكريمة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك ما وجدناه من الحفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب رئیس آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، و در ابتدا جا داره که تشکر بکنم از برادر عزیزم جناب آقای رئیس به خاطر این دعوت کریمانه‌ای که از ما به عمل آوردن برای اینکه به جمهوری اسلامی ایران بیایم، و همچنین تشکر میکنم از حسن استقبال و مهمان نوازی شما. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقة الثنائية بين بلدينا. سفر امروز من در چارچوب گسترش همکاری‌ها و ارتباطات بین کشور و تلاش داریم تا این همکاری‌ها رو گسترش بدیم به طوری که هدف‌های دو ملت و دو کشور رو محقق بکنه، هدف‌هایی مثل تحقق امنیت و ثبات و شکوفایی. اليوم عقدنا اجتماع موسع مع فخامة الرئيس والوفد الوزاري، ناقشنا فيه العلاقات الثنائية بأبعادها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والدينية، وما فيها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خصوصا وأن هناك مخرجات للزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس إلى العراق. كل ذلك كان حديث في هذا الاجتماع، وسوف تكون هناك اجتماعات ثنائية على مستوى الوزراء لنقاش أكثر تفصيلا لأهم الملفات الاقتصادية وتتعلق بالمشاريع المشتركة، وأيضا في مجال التعاون في تجهيز العراق بالغاز والكهرباء. نشست بسیار خوبی رو با جناب آقای رئیس و وزرای محترم داشتیم در خصوص روابط دو جانبه در ابعاد مختلف اون، در زمینه‌های اقتصادی، توسعه و همچنین در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و دینی و توافقنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم بین دو کشور بحث و گفتگو کردیم، به خصوص اینکه ما نتایج خوبی رو از سفر اخیر جناب رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق شاهد بودیم. راجع به همه این موضوعات ما بحث و گفتگو کردیم و ان شاء الله نشست دو جانبه‌ای هم در آینده وزرای دو کشور در خصوص مهمترین پرونده‌های اقتصادی و پروژه‌های مشترک و همکاری‌های بین دو کشور و همچنین تأمین در واقع گاز و برق عراق خواهیم داشت. نحن نتابع مشاريع سبق وأن بدأنا بالعمل فيها مع الجانب الإيراني، خصوصا ما يتعلق بالربط السككي مصر شلامشة، وأيضا إنشاء المدن الاقتصادية في المناطق الحدودية، وإنشاء الطرق البرية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين ودول المنطقة. حقیقتا ما یک سری طرح‌ها و پروژه‌هایی رو با هم شروع کردیم و پیگیر در واقع اجرایی شدن کامل اونها هستیم، از جمله موضوع اتصال خط آهن بصره شلمچه و همچنین موضوع شهرک‌های اقتصادی در مرز دو کشور و همچنین ایجاد راه‌های زمینی برای تسهیل تبادل تجاری بین دو کشور و کشورهای منطقه. هذه العلاقة تجعل التعاون والتفاهم بين بلدينا ضروريا لتحقيق المصالح المشتركة
في الوقت ذاته يؤكد العراق حرصه على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح الجميع. این روابطی که در واقع بین دو کشور وجود داره به نظر من خیلی مهم هست که گسترش پیدا بکنه و ادامه داشته باشه و خیلی مهم هست برای تحقق منافع دو کشور و دو ملت. این روابط همچنین میتونه که در سطح منطقه‌ای گسترش پیدا بکنه و فرصتی رو برای تحقق منافع همه کشورها در منطقه ایجاد بکنه. واتفق مع فخامة الرئيس أن التنمية والشراكات الاقتصادية هي السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. و کاملا با دیدگاه جناب رئیس جمهوری اسلامی ایران عقیده هستند در خصوص موضوع اینکه توسعه و مشارکت‌های اقتصادی در منطقه راه و در واقع تضمین در واقع امنیت و ثبات در کل منطقه است. في اجتماعنا اليوم أيضا ناقشنا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة وعلى رأسها الأوضاع الراهنة في المنطقة بأكملها، والعراق يؤكد موقفه الثابت في إدانة التي يتعرض لها الشعب في غزة والأراضي المحتلة. امروز ما در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مهمی بحث و گفتگو کردیم که در رأس اونها اوضاع و تحولات کنونی در منطقه هست. خب موضع عراق یک موضع ثابتی هست. ما محکوم می‌کنیم جنایت‌های جنگی و کشتار جمعی که در حال حاضر در غزه و علیه فلسطینی‌ها داره صورت می‌گیره. للأسف هناك استهداف ممنهج للمدنيين العزل في غزة، ويحصل يوميا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي فشل في أداء واجباته لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. به خصوص اینکه ما شاهد هستیم که به طور هدفمند شهروندان و غیر نظامی های بی سلاح و دفاع رو در غزه مورد هدف قرار میدهند و به صورت روزانه و جلوی دیدگان و شنیدگان جامعه بین الملل ما شاهد این جنایت ها هستیم. جامعه بین المللی که در انجام وظایف خودش ناکام بوده در توقف جنایت های خطرناکی که امنیت و صلح منطقه و جهان رو مورد تهدید قرار داده. آن الأوان أن يعلم الجميع أن السبيل وقف وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير قامت دولته الحرة. امروز وقت اون فرا رسیده که همگان بدانند تنها راه استقرار در این منطقه توقف این جنگ ویران کننده در غزه هستش و همچنین تضمین دادن در خصوص حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خودش و برپایی کشور آزاد در فلسطین. كما يؤكد العراق موقفه الثابت في جهوده من أجل استمرار التهدئة والهدنة التي حصلت في لبنان، وأيضا دوره واستعداده لإعمار لبنان وغزة. همچنین ما تأکید می‌کنیم بر موضع ثابت عراق در خصوص تلاش‌هایی که برای ادامه آرامش و آتش‌بس در لبنان داره صورت میگیره و همچنین تاکید میکنیم بر نقش و آمادگی عراق برای بازسازی لبنان و غزه. تحدثنا أيضا عن التطورات الأخيرة في سوريا، ونحن نرى بأن استقرار سوريا هو مفتاح استقرار المنطقة بأكملها. لذلك ندعو إلى حل سياسي شامل يحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويضع حدا للتدخلات الخارجية التي تضر بمصالح الشعب السوري. همچنین در خصوص تحولات اخیر در سوریه بحث و گفتگو کردیم و از نظر ما استقرار در سوریه کلید استقرار و ثبات در منطقه هست. به همین خاطر از همگان دعوت می‌کنیم که در واقع ما شاهد راه حل سیاسی جامع در سوریه باشیم به طوری که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه رو حفظ بکنه و در واقع باعث توقف دخالت‌های خارجی در سوریه باشه که قطعاً به ضرر منافع ملت سوریه هست. نحن نحترم إرادة الشعب السوري وندعم أي نظام سياسي أو دستور يختار بنفسه دون تدخلات خارجية، كما أننا على ثقة بقدرة الشعب السوري المطلق بسيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً. همچنین ما احترام قائل هستیم به اراده
ملت سوریه و از هر انتخابی که ملت سوریه انجام میده در خصوص نظام سیاسی خودش و در خصوص قانون اساسی این کشور، ما از اون حمایت میکنیم به شرطی که بدون دخالت کشورهای خارجی باشه و ما اطمینان کامل داریم نسبت به هوشیاری و ایمان و باور ملت سوریه در خصوص حفظ حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی این کشور. كما أعربنا عن استعداد سوريا والمساهمة في تحقيق انتقالة سلمية سلسة لنظام يعكس إرادة الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه وفي عملية إعادة الإعمار وضمان عودة اللاجئين. همچنین ما آمادگی خودمون رو برای همکاری با همه طرف‌ها برای تحقق استقرار در سوریه آمادگی خودمون رو اعلام کردیم و همچنین در خصوص مشارکت در انتقال مسالمت آمیز و روان نظام و دولت در سوریه به طوری که همه ملت سوریه، همه گروه‌ها و اطیاف و قومیت‌ها مشارکت داشته باشند و آمادگی خودمون رو برای بازسازی و بازگشت پناهندگان سوریه اعلام کردیم. كذلك أكدنا على موقفنا الثابت في اعتماد لغة الحوار كأسلوب أمثل لحل الخلافات بين الدول، ونرفض لغة التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الدول، لأن هذا يؤدي بالتأكيد إلى المزيد من التوترات وتفاقم الأزمات مما ينعكس على المنطقة بأسرها. همچنین ما تاکید کردیم بر موضع ثابت عراق در خصوص اینکه باید زبان گفتگو ملاک قرار بگیره و به عنوان بهترین روش هست برای حل اختلافات بین کشورها. همچنین تاکید کردیم که ما مخالف استفاده از زبان تهدید و استفاده از این گفتمان و زبان علیه کشورهای دیگه هستیم، چون که این راه منجر به بحران‌های بیشتر و تنش‌های بیشتر خواهد شد که بر کل منطقه تأثیر می‌ذاره. ومن هذا المنطلق ندعو إلى احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وندعو إلى حوار إقليمي شامل يعزز بناء الثقة بين دول المنطقة ويضمن الأمن والسلام للجميع. وقد بينا لفخامة الرئيس مساعي العراق لإقامة مؤتمر دولي في بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة إن شاء الله. بر همین اساس ما از همگان دعوت میکنیم که به قانون بین المللی احترام بگذارن، همچنین به اصول سازمان ملل متحد متعهد باشند و از همگان دعوت میکنیم برای اجرای گفتگوی منطقه‌ای جامع بین کشورهای منطقه که باعث اعتماد سازی بشه و همچنین منجر به تضمین صلح و امنیت برای همگان در این منطقه باشه. همچنین به خدمت جناب رئیس جمهوری اسلامی ایران ما توضیح دادیم که قرار هست عراق کنفرانسی رو یا نشست سران رو در طی دوره آینده، طی چند ماه آینده در عراق برگزار بکنه. العراق وبعد انتصاره على الإرهاب وداعش بسياسة واضحة تقوم على احتكار الدولة لاستخدام القوة وضمان القانون، وقد نجحنا في حفظ سلامة العراق وتأمين حدودنا وعدم الانزلاق والدخول في صراعات تضر بأمن المنطقة، وهذا ضمن حرص العراق على نشر دعائم التهدئة وعدم توسعة نطاق الحرب. همچنین عراق بعد از پیروزی که به دست آورد علیه تروریسم و داعش سیاست واضحی رو اتخاذ کرد و اون اینکه دولت رو به طور کامل دست داشته باشه و قانون در این کشور حاکم باشه و توانستیم که سلامت سرزمینی خودمون رو حفظ بکنیم و اجازه ندهیم که عراق در واقع وارد نبردهایی بشه که به ضرر کل این منطقه هست. عراق همواره تلاش میکنه برای ایجاد آرامش و برای عدم توسعه جنگ‌ها. العراق يتحرك انطلاقا من مصالحه العليا ويواصل التزامه بسياسة مستقلة ومتوازنة تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء علاقات تقوم على الحوار والتفاهم. عراق همواره در مسیر تحقق منافع عالی این کشور و همچنین منطقه حرکت میکنه و نسبت به این سیاست خودش متحد هست و این سیاست مستقل رو ادامه میده تا ما شاهد صلح و امنیت در کل منطقه باشیم و عراق بر اساس گفتگو و تفاهم بین این کشورها عمل میکنه. أكرر شكري الجزيل فخامة الرئيس لكم وللجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال، وبالتأكيد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والازدهار لشعبينا وشعوب المنطقة. جناب رئیس، بار دیگر از جناب عالی و از جمهوری اسلامی ایران، ملت و دولت ایران
تشکر می‌کنم به خاطر حسن استقبالی که از من در عمل آوردید و قطعاً این سفر یک گام مهمی هست برای تحقق صلح و شکوفایی در هر دو کشور و در کل منطقه. شكرا جزيلا. کمک کنم در خدمت. خیلی خوش اومد.